имперские амбиции خودی همین پوتین است که یا فکر کردن که دیروز در ولایت یکاترینبورگ یک جلسه غیر رسمی دایر شده بود و همین شورای امنیتشون همونجا چیز کرده بودن، یا فکر کردن که از 1 تا 4 روز ما کلا اوکراین را تصرف میکنیم. نه که اومدن که دیدن که در 1 روز خراجات جنگ 20 میلیارد دلار حساب میشود، اینو دیگه تماما روحاً شکسته شدن. با همون برادرانی که همین مثل الکساندر و دیگرو که همیشه میبروین صحبتای پوش میکنن، در خود روسیه هم همین فاشیستا هستن. برای چی پوتین همین فاشیستا را مجازات نمیکنه؟ که اگر متاسفانه عکس ما با دلیل قطعی گپ میزنم، ما هیچ وقت به دلیل صحبت نمیکنم. همین شهروند روس خودشون فاشیستن. برای چی همین پوتین از هر منبر در همه زبان دپوتاتشون هستن که انا حکومت جدید اومد اوکراین را مغزش زهرالو کرد، اینو را فاشیست کرد، اروپا را فاشیست کرد. در حدود خود روسیه فاشیست سازی دادن. چندین شهروندای تاجیکای ما را بردن در جنگلو سر بریدن با شعارهای فاشیستی. بله. فاشیست، حکومت فاشیست فقط در همین حدود روسیه است. ما اگر در خاطر بگیریم 1 سپتامبر سال 1939 عیناً همین برآمدهای پوتین که خیلی دعوا کرده است با کریم، لوگانس، دنباس، همین برآمده هم هیتلر دعوا کرده بود به خاطر زمینای پولشا. یک پول ساختن، با پولشا هجوم کردن، جنگ دوم جهان سر شد. خب ببینید، اگر که منظور هیتلر پرستا باشن، اینها واقعا در اوکراین هم قرار دارن، در روسیه هم هستن، این چیزا هستن. من شما اینجا سیمبولی که نشون دادین و از یکاترینبورگ اینجا ذکر کردین. ما سالهایی که در روسیه سفر به روسیه کرده بودیم و در شهرهای کلان روسیه میگشتیم، همراه مردم صحبت ها میگذراندیم، در تالارها جمع میشینیم. وایدی خواب دیگر حوادثی تاجیکستان و سیاست مبارزه دیگر چیزها، در همه جا مقابل دشواری ها میگشتیم در همه شهرها. اما یکاترینبورگ نظر به دیگر جاها فرق میکرد. در یکاترینبورگ ما یک تالاری که گرفتیم، تالار نیم ساعت تا شروع کردن مونه محکم کردن، اجازت ندادن بدریم، گفتن که تعمیر میشود، دیگر چیزها میشود. بستن. ما در دوام همون نیم ساعت با طریق اینترنت یک تالار دیگر پیدا کردیم، مردم اون طرف کوچوندیم، رفتیم در اونجا و فیسبوک اومد احاطه کرد. در هر جا که این کار میشد، اما معامله فرق میکرد. اما در یکاترینبورگ وقتی که رفتیم، همراه من صحبت میکردن، یکی از نفرهای همون کارگر فیسبوک خیلی تند حرف میزد. البته که منم پس نمیرفتم، الله شاهد است، پس نمیرفتم همراه. خیلی یعنی فرق میکرد صحبتش. بعد کرتا داشت، گالستوک داشت. وقتی که در یک لحظه وقتی که همون روش کلان طرف توفت، من همون سیمبولی که در گردن کارگر فیسبوک دیدم، همین سیمبولی که فاشیستی را در همین گردنش داشت. یعنی این چیزها هست، در روسیه هم هست، در اوکراین هم هست. ناسیونالیست هستن و هیتلر پرستا هم هستن. سلام باشید. منشأ و همون بگیم شتابشون در سنت پترزبورگ است. نگاه کنید برادران، اینجا هدف پوتین حمایت از روس زبانان نیست. حتی در زمانی سفرمراد نیازوف ترکمنگوشی ترکمنستان، در همون زمان هم روس زبانان ترکمنستان یک بگیم تظاهرات کرده بودن که برای نگه داشتن زبان روسی و مکتب روسی در ترکمنستان. یک بگیم یک حرکت های تظاهراتی به نظر می رسید. پوتین اومد همواره با انتقال گاز ترکمنستان همون روز زبانه خوش فروخت به ترکمنستان. گفت ما با این روسا کار ندارم، هر کاری میکنین بکنین، فقط شما ما را گارانتی کردین که ما را گاز پساید میکنیم. پسای گاز معنی ما چی است که روسیه تمامی همین سابق جمهوری اتحاد شوروی که کانون نفتی و گازی دارن، یا همش انتقال میشوند به روسیه یا میفروشن با نرخ ارزان به روسیه، بعد روسیه ایو را جمع میکند و به اروپا میفروشد. و همین خاطر پوتین این یک نمادی از بگیم یک نمادی شکستنی همین دیکتاتورها به نظر یک دیده شده است که مردم روس هم بیچاره خودشون در همین روزهای اخیر دیگه برآمدن با میدان برآوردن، دیدن که یک دیوانه است، یک بگیم آوانتوریست است. یگان همون دور خودش رفیقای بندیتای خودش جمع کردگی است، تمامی ثروت‌های بگیم روسیه را تقسیم کرده استن. مردم دیگه اگر
مردم روس اگر بخیزن همین پوتین هم برکنار بزنن، ما هم در این مثلا ما هم همین مردم توجیه منظورم در ما هم مسئله در ترکمنستان چیزی که شما ذکر کردین راستی من مشاهده نکردم، اما از زبان نیمڅوف اینا شنیدم که همین را ذکر میکنند که در ترکمنستان چنین گپی گذشته بود. اما از نگاه من رئیس جمهور امروزه روسیه خیلی خدمت‌های کلان کرده است برای مردم روسیه و برای برقرار کردن روسیه، خب برای دیگر ارزش‌های ملیشون کارهای را انجام دادن، خصوصا برای مردم روس از نگاه من. اما در ترکمنستان نه منظورم در روسیه است و برای روسیه. اما در سالهای اخیر مشاهده می شود در سیاستش کمبودی ها و مشکلی های مشاهده می شود متاسفانه. وگرنه در ابتدا خیلی یعنی که کارش خوب بود از نگاه من یعنی مجبور کردنی نیستم که همه هماهنگ باشن من روی من، اما از نگاه من در ابتدا برای مردم روسیه و خود روسیه کارش خیلی خوب بود. برادر سروبیجا وقتی که قدرت یک چیز شیرین هست که وقتی که مثال آدمی همون با صورتی که با صورت یه چیز میشه، همون با دیده و دانستنی که پوتین خودش یک کارمند مثال جاسوسی KGB هست، وقتی که میان سر قدرت در همون سال 2000 هم وقتی که سوالش داده بودن رئیس جمهور شده بود، گفت که شما از نگاه شما همین رئیس جمهوری که 2 دفعه 3 دفعه مثال انتخاب میشوند همین را چه شهر میتین؟ پوتین گفت که من مقابل این چیز هستم. یکی اومد مزه قدرت چشید، همش همین حرفا میزنن، همش مزه قدرت چشید. مثلا دید که با همون تکنولوژی مثال KGB و چیز، بعد وقتای سال 2018 هم خودش گفت که با پاش خوردن اتحاد شوروی برای من یک فاجعه است. معنیش که من همون پرونده همون پرورشگری همون اتحاد شوروی میخوام امیرا از نو بسازم. سلامت باشه. سلامت باشه. ما دیگه حرف نداریم. خداحافظ برادر.